آیا ایران و اسرائیل به مرحله تقابل نظامی رسیدند؟ سوالی که شاید به درازای عمر رژیم جمهوری اسلامی باشد. به عقیده برخی از صاحب نظران این تقابل مدت‌ها پیش آغاز شده، ولی دو کشور به دلایلی آن را علنی نمی‌کنند. در همین راستا برای مثال از یک سو حمله ایران به کشتی‌های اسرائیلی و تجهیز گروه‌های تروریستی متخاصم با اسرائیل و از سوی دیگر به حملات هوایی اسرائیل علیه پایگاه‌های نظامی ایران در سوریه و برخی اقدامات در داخل ایران از طرف موساد اشاره می‌شود. حملات لفظی بین ایران و اسرائیل که اخیراً تشدید شده نشان میده که اسرائیل با توجه به شرایطی که ایران در غنیسازی اورانیوم داره، ایران داره به مرحله برگشت ناپذیر میرسد. بنابراین ایران احتیاج به زمان دارد و میخواد زمان بخرد که بتونه به اون مرحله نهایی برسد، چون ایران معتقد هست تا زمانی که دارای سلاح هسته‌ای نیست قادر به مقابله با کشورهای خارجی نخواهد بود. اگر سلاح هسته‌ای هم داشته باشد قادر به مقابله نخواهد بود، ولی فکر میکند اگر چنانچه دارای سلاح هسته‌ای باشد اون موقع کشور خارجی به ایران حمله نخواهند کرد و مردم ایران را خب من سرکوب میکنم ولی در مقابل کشور خارجی تضمین خواهند بود. بر این اساس این تشدید تهدیدها که از طرف ایران در واقع تهی و توخالی هست طبق معمول همیشه ادامه دارد. گزافگویی های ایران و سران سپاه رؤسا مقامات ایران همیشه بسیار بالا و بلند هست، ولی در عمل همه میدونن که پشت این حرفها هیچ چیزی نیست، چون ایران توانایی مقابله را کلاً از دست داده و ندارد که در مقابل یک کشور خارجی وارد جنگ بشد. با توجه به شرایطی که هم در داخل دارد، هم شرایط اقتصادی هست، هم حمایت مردمی هست، هم توانایی نظامی خود رژیم هست که در واقع بجز اون قسمت موشکیش بقیه قسمت‌های نظامی رژیم همش فرسوده هستند و قادر به معامله نظامی با هیچ کشوری نیست و نخواهد بود. این حملات لفظی که فعلا بین ایران و اسرائیل شدت پیدا کرده به هر حال یک سابقه طولانی داره که این روزها شدتش زیاد شده و یکی از دلایلش این است که به هر حال یک نوع جنگ روانیه که معمولا اتفاق میفته و خاورمیانه به هر حال باید که تغییراتی درش ایجاد بشه و کشورهای خاورمیانه خودشون رو از این عقب ماندگی و فقر و بدبختی نجات بدن. به همین خاطر فعلا تحولات خاورمیانه باید که در جهتی پیش بره که ما به دموکراسی برسیم و حقوق بشر رعایت بشه و امروزه دیگه دوره‌ای نیست که کشورگشایی صورت بگیره و یا اینکه یک ژنوساید قومی بخواد صورت بگیره. همیشه در خاورمیانه نیروهای بین‌المللی خارج شدن و یک نیروهایی هستن که فعلا به نیابت اونها وارد میدان شدن و اخیراً هم دیدیم که در مانورهای نظامی که در منطقه انجام دادن یک مثلث اسرائیل و آذربایجان و ترکیه در شمال ایران فرم گرفته و
جمهوری اسلامی هم از این بابت به وحشت افتاده و به هر حال یک سری فعلا تهدیدات لفظی انجام میده، چون که اون توانی رو نداره که بخواد در میدان مبارزه عملاً اقداماتی بکنه، چون که اون فناوری و اون صنعت پیشرفته رو نداره. فعلا اکتفا میکنن به همین بزرگنمایی های کاذب و تهدیدات لفظی اما خب این بخشی از این تقابل هست و یک رویارویی های جدیتری ممکن است صورت بگیره که این رادیکالیسم توسعه طلب جمهوری اسلامی رو اینها یه مقدار بتونن مهار بکنن. به عقیده من تشدید این حملات لفظی برمیگرده به عرصه بین الملل و به این که به صورت علنی و غیر علنی مذاکراتی داره صورت میگیره دوباره با رژیم ایران و داره مسئله برجام دوباره زنده میشه. ایران در واقع درخواست هایی داره در این زمینه. جامعه بین الملل هم و آمریکا و اتحادیه اروپا هم خواسته هایی رو دارن از رژیم ایران. به عقیده من این مسئله تشدید حملات لفظی برمیگرده به تأثیر این که دو طرف در این دور از مذاکرات چقدر میتونن از هم دیگه جلو بزنن و چقدر میتونن به خواسته های خودشون برسن در این دور از مذاکرات برمیگرده. اسرائیل سعی میکنه که ایران سرعت هسته‌ای شدن ایران رو حداقل ممکن بکنه و کاهش بده. از طرف دیگه رژیم سعی میکنه که یک سری تضمینات بگیره و همزمان مسئله غنی شدن رو ببره به مرحله دیگه. این حملات لفظی به عقیده من به صورت یک مانور، اگه ما در نظر بگیریم یک مانور هست که دو طرف دارن انجام میدن در عرصه رسانه و در مطبوعات و در عرصه علنی که یک سری سیگنال هایی به هم دیگه ارسال بکنن غیر مستقیم که تأثیر مستقیم داشته باشه بر مذاکرات هسته‌ای که در جریان است. طی هفته‌های اخیر سران دو کشور تهدیدات علیه یکدیگر را تشدید بخشیدند. در کنار این تقابل زبانی، گزارش‌هایی نیز از اقدامات طرفین منتشر می‌شود. روزنامه گاردین با انتشار گزارشی از آغاز تلاش دوباره ایران برای اجرای برنامه ایجاد گذرگاه شیعی این کشور به لبنان با هزینه‌های هنگفت خبر داد. این پروژه توسط قاسم سلیمانی آغاز شده بود و اینک فردی با نام مستعار حاج عسکر مسئول اجرای آن است. با اجرای این برنامه، ایران می‌تواند به صورت زمینی تجهیزات نظامی به گروه‌های تروریستی مورد حمایت خود در سوریه و لبنان را تامین کند. امری که تقابل مستقیم با اسرائیل خوانده شده است. گاردین می‌نویسد به همین دلیل جت‌های جنگی اسرائیل نیز ساکت ننشسته و پیوسته مواضع شبه نظامیان وابسته به ایران را در کمال بمباران می‌کنند. در همین حال شبکه 12 اسرائیل خبر داد که پس از وقفه 2 ساله نیروی هوایی ارتش این کشور تمرینات خود برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران را از سر گرفته است. این دستورات در نشست روز 28 مهر ماه در ستاد کل ارتش در تل‌آویو صادر شده است. تنها چند روز پیش از این نیز گزارش‌های مبنی بر اختصاص بودجه 1.5 میلیارد دلاری برای حمله به ایران منتشر شده بودند. در پی انتشار این خبر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی رژیم در یک توییت نوشت که به باور او اسرائیل به جای اختصاص بودجه 1.5 میلیارد دلاری علیه ایران به فکر تأمین ده‌ها هزار میلیارد دلار بودجه برای آنچه که وی بازسازی خسارت‌های ناشی از پاسخ کوبنده ایران نامید باشد. دلیل تشدید حملات لفظی دو کشور طی روزها و هفته‌های اخیر چیست؟
این حملات لفظی که فعلا بین ایران و اسرائیل شدت پیدا کرده به هر حال یک سابقه طولانی داره که این روزها شدتش زیاد شده و یکی از دلایلش این است که به هر حال یک نوع جنگ روانیه که معمولا اتفاق میفته و خاورمیانه به هر حال باید که تغییراتی درش ایجاد بشه و کشورهای خاورمیانه خودشون رو از این عقب ماندگی و فقر و بدبختی نجات بدن. به همین خاطر فعلا تحولات خاورمیانه باید که در جهتی پیش بره که ما به دموکراسی برسیم و حقوق بشر رعایت بشه و امروزه دیگه دوره‌ای نیست که کشورگشایی صورت بگیره و یا اینکه یک ژنوساید قومی بخواد صورت بگیره. همیشه در خاورمیانه نیروهای بین‌المللی خارج شدن و یک نیروهایی هستن که فعلا به نیابت اونها وارد میدان شدن و اخیراً هم دیدیم که در مانورهای نظامی که در منطقه انجام دادن یک مثلث اسرائیل و آذربایجان و ترکیه در شمال ایران فرم گرفته و جمهوری اسلامی هم از این بابت به وحشت افتاده و به هر حال یک سری فعلا تهدیدات لفظی انجام میده، چون که اون توانی رو نداره که بخواد در میدان مبارزه عملاً اقداماتی بکنه، چون که اون فناوری و اون صنعت پیشرفته رو نداره. فعلا اکتفا میکنن به همین بزرگنمایی‌های کاذب و تهدیدات لفظی و اما خب این بخشی از این تقابل هست و یک رویارویی‌های جدی‌تری ممکن است صورت بگیره که این رادیکالیسم توسعه طلب جمهوری اسلامی رو اینها یه مقدار بتونن مهار بکنن. موضوع هسته‌ای شدن ایران یک موضوع کلان هست به عقیده من، چه از نظر منطقه‌ای و چه از نظر جهانی، که یک سری نتایجی رو برای کشورهای منطقه، برای ایران و به صورت کلی برای جامعه جهانی داشته. نتایج ممکنه مثبت بوده باشن، ممکنه منفی بوده باشن، ولی چیزی که مسلم هست، مسئله هسته‌ای شدن ایران یک مسئله غیر قابل قبول برای جامعه بین‌الملل هست. به همین دلیل اسرائیل کاملا تونسته از این منظر استفاده بکنه و یک سری یارگیری هایی رو در سطح جهانی و در سطح منطقه‌ای انجام بده در راستای کاهش سرعت هسته‌ای شدن ایران. از طرف دیگر رژیم ایران هم از این تقابل استفاده کرده و سعی کرده به کشورهایی که در منطقه هستن یا در شرق دور هستن رو به خود نزدیک بکنه و این تقابل رو در واقع از تقابل هسته‌ای شدن رو سعی کرده به صورت تقابل شرق و غرب و به صورت تقابل دو قطب یا چند قطبی که در گذشته بودن یا در حال شکل گیری هستن شکل معرفی بکنه. اگه توجه بکنیم ادبیاتی که کسانی که در عرصه بین‌الملل ایران فعال هستن، وزرای امور خارجه قدیم و کنون و کسان دیگه‌ای که مشاورین مقامات رژیم هستند، برای مثال ولایتی، ادبیاتی که به کار میبرند بسیار جالب هست. از ادبیات مرسوم در مسئله روابط بین‌الملل دور میشن و سعی میکنن ادبیاتی رو به کار ببرن، جملاتی رو به کار ببرن و کلماتی رو استفاده بکنن که مسئله قطب شرق و غرب رو دوباره زنده بکنن و اینکه خودشون رو در این معادلات بیشتر به مسئله قطب شرق یا به کشورهایی که در تقابل با کشورهای آمریکا و اتحادیه اروپا هستن معرفی بکنن.
بکنند. به همین دلیل به نظر من مسئله هسته‌ای شدن ایران و این تقابلی که صورت گرفته برای دو طرف تونسته هم نتایج مثبتی رو به بار بیاره هم منفی. در رابطه با تقابل نظامی ایران و اسرائیل باید بگم که این تقابل در واقع سالهاست ادامه دارد، اما یک طرفه هست. همانطور که ما شاهد بودیم جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به ضریب گفت که اسرائیل تا به حال 200 بار به ایران حمله کرده. این گفتش چند سال پیش است. اگه امروز شاید 300 بار به ایران حمله کرده، اما ایران هیچ جواب به اسرائیل نداده در واقع. و این نشون میده که ایران توانایی جواب دادن حملات اسرائیل را ندارد. در واقع ایران آمادگی تقابل نظامی با اسرائیل را ندارد و اسرائیل آماده کامل را دارد که حمله نظامی به ایران بکند. ما شاهد بودیم هم در سوریه، عراق، در داخل انفجار پردو، نیروگاه هسته‌ای و خیلی از انفجارات گهگاهی ما میشنویم در ایران به احتمال زیاد اینا کار اسرائیل هست، اما ایران هیچ عکس العملی نشان نمیدهد. دلیل اینکه چون ایران تقابل نظامی با هیچ کشور خارجی را ندارد. حتی ما شاهد بودیم در رابطه مثل آذربایجان چقدر عقب نشینی کرد. دلیل اینکه به خاطر اینکه این یک رژیم پوشالی هست، فقط میتونه مردم ایران را سرکوب بکند، قادر به مقابله با هیچ دولتی نیست، فقط آنچه که هست حرف میزند. عملا توانایی‌هاش گرفته شده است از این نظام که بتوند تقابل نظامی با اسرائیل انجام دهد. من معتقدم که اسرائیل جدی هست، اما ایران قادر به پاسخگویی نخواهد بود. سران اسرائیل موضوع برنامه هسته‌ای ایران را بسیار حساس توصیف کرده و اذعان می‌دارند که برای توقف آن هر اقدامی انجام می‌دهند. در همین راستا نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی ماه گذشته خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که برنامه هسته‌ای ایران به یک مقطع حیاتی رسیده و اینکه تحمل اسرائیل نیز به سر رسیده است. وی تأکید کرد که کلمات مانع از چرخش سانتریفیوژها نخواهد شد و افزود ما به ایران اجازه نخواهیم داد که به سلاح هسته‌ای دست یابد. در همین حال آویگدور لیبرمن وزیر دارایی اسرائیل که در دولت گذشته وزیر دفاع اسرائیل بود، در واکنش به کوشش‌های دیپلماتیک کنونی برای از سرگیری مذاکرات میان قدرت‌های جهانی با ایران بر سر برجام گفت که هیچ راهکار دیپلماتیکی مانع از هسته‌ای شدن ایران نخواهد شد و حمله اسرائیل به ایران تنها دیر و زود دارد و تا رسیدن زمان آن خیلی طول نخواهد کشید. به نظر می رسد که اسرائیل موضوع ایران هسته‌ای را اصلی ترین دلیل برای نگرانی خود و تشدید حملاتش می داند و تلاش می کند که در همین چارچوب هم پیمانان منطقه‌ای و جهانی در این راستا پیدا کند. نشست‌های اخیر سران اسرائیل با آمریکا و برخی کشورهای منطقه از جمله امارات، اردن، بحرین و نیز توافق با روسیه برای ادامه حملات ارتش اسرائیل به مقر شبه نظامیان در سوریه در همین راستا تحلیل می شود. باید ببینیم تقابل به چه معنی. اگر منظور ما از تقابل این هست که دو کشور به مرحله رو در روی نظامی مستقل رسیدن و مستقیم رسیدن، جواب خیر هست. ولی اگر منظور ما انجام اقداماتی هست در عرض واقع برای رسیدن به اهداف استراتژیک، بله، جواب این سوال بله هست و دو کشور خیلی وقت پیش این تقابل رو آغاز کردن و هنوز هم ادامه داره. اگه از منظر ایران نگاه بکنیم،
جدا از مسائل ایدئولوژیک، مسائل دیگه وجود داره که رژیم در راستای اونها گام برداشته. از نظر ایدئولوژیک مسلماً حمایت از گروه‌های مختلف، از گروه‌های تروریستی است در منطقه که علیه اسرائیل در جنگ هستند، و از نظر منطقه‌ای هم رژیم داره در راستای تثبیت قدرت خودش در منطقه تلاش میکنه و در اون راستا هم اقداماتی انجام داده که در تضاد با منافع اسرائیل است و این تقابل رو انجام داده. از منظر اسرائیل هم به همین صورت باز نگه داشتن ایران برای مسائل هسته‌ای و در واقع ایجاد استوپ در مسیر هسته‌ای شدن ایران، اسرائیل هم کارایی رو انجام داده، چه در داخل ایران و چه در خارج ایران. برای همین باید ببینیم که منظور ما در این سوال کدوم تقابل منظور ما هست. برنامه هسته ایران که در واقع یک نوع بیمه هست برای خودش، یا یک نوع بیمه برای خودش حساب میکنه که زمانی که من بمب هسته‌ای داشته باشم در واقع بیمه هستن در مقابل حملات خارجی. این تصوری بوده که جمهوری اسلامی ایران داشته و هنوز هم داره و به دنبال بیمه کردن خودش هست، چون معتقد هست که من خب داخل رو سرکوب میکنم به هر شکلی، توانایی سرکوب را دارد با توجه به اون سیستم و دستگاهی که فعلا داره سرکوب میکند داخل ها. اما توانایی مقابله با کشورهای خارجی را ندارد، بنابراین فکر میکند اگر چنانچه بمب هسته‌ای داشته باشد اون موقع برای همیشه بیمه هست، مثل کره شمالی که کسی بهش حمله نمی کند، یا مثل پاکستان که درگیری بین هند و پاکستان بود و هند به پاکستان حمله نمی کند. و ایران هم معتقد است اگر چنانچه به بمب هسته‌ای برسد بیمه خواهد بود و کشور خارجی حمله نمی کنند. و این مسئله باعث شده که کشورهای منطقه با توجه به اختلافاتی که با ایران دارند، با توجه به دشمنی‌هایی که ایران ایجاد کرده، اسرائیل که دشمن عربا بوده امروز به دوست آنها تبدیل شده و در واقع ایران به یک دشمن تبدیل شده. ایران با توجه به شرایطی که ایجاد کرده با تمام کشورهای همسایه خودش در حال ستیز هست و هیچ سازگاری رو با هیچ کشوری نداره، چون هویت فاشیسم، رژیم‌های فاشیستی همین هست، در واقع نمیتونن با کشورها سازگار داشته باشن. ما این فاشیسم رو تجربه کردیم. فاشیسم معمولا همه چیز رو به نیست و نابودی میکشاند و بحران ایجاد میکند و همه این بحران ها صرفاً به خاطر حفظ نظامش هست و در این مدتی که ایران شعار علیه اسرائیل داده در واقع به نفع اسرائیل تمام شده. ما میبینیم که هیچ گونه کمکی به مردم فلسطین نشده و آنچه که پیش اومده فقط به نفع اسرائیل پیش رفته و مردم فلسطین چیزی را به دست نیاوردند. کشور عربی به دنبال صلح و سازش با اسرائیل هستند، به دنبال آرامش هستند، اما ایران برای حفظ نظام خودش به دنبال درگیری ها و تشدید اختلافات هست که میبینی این اختلافات نتیجهش این شده که کشورهای منطقه دوستی رو با اسرائیل دراز بکنن و ایران را دشمن درجه خودش حساب بکنن. این برنامه هسته ایران یک برنامه است که به یک سابقه 40 ساله‌ای داره. جمهوری اسلامی سعی کرده که خودشو مجهز به بمب اتم بکنه و این خیلی خطرناک خواهد بود برای منطقه و برای جهان، چون حکومت هایی که بر مبنای تعصب دینی هستند و حقوق انسان ها و حقوق بشر رو رعایت نمی کنن، این خیلی خطرناکه که اینها به بمب اتم دست پیدا کنن و اینو کشورهای منطقه فهمیدن و به همین خاطر یک یارگیری های در منطقه صورت گرفته
کشورهای عربی هم در خطر هستن اگر که جمهوری اسلامی بمب اتم داشته باشه و همینطور کشورهای شمالی ما و اسرائیل و کشورهای آذربایجان و کشورهای منطقه. به همین خاطر یک تحولات سیاسی، یک دیپلماسی فعالی در خاورمیانه شروع شده که بتونن مانع از این بشن که این حکومت اسلامی، تندروهای اسلامی، اینها مجهز به بمب اتم بشن. به همین خاطر اسرائیل در مناطق عربی تونست که سفارتخونه کنسولگری هاشو باز کنه بعد از مدت ها و یک توازن قدرت عوض شده. موازنه های قدرت در خاورمیانه در حال عوض شدن، بازیگران سیاسی جدیدی در این میدان ظاهر شدن و به هر حال ما شاهد تحولاتی در خاورمیانه خواهیم بود تا اینکه بتوانیم به هر حال دموکراسی رو در خاورمیانه حاکم بکنیم و از نظر منابع انرژی که در خاورمیانه است، از نظر صقل‌جشی اهمیت خاصی داره، منابع گاز، منابع آب که خیلی مهم هست. از این نظر مهمه و باید که کشورهای خاورمیانه یارگیری‌های دقیقی بکنن و بر ماست که به عنوان ملیت‌های ایران هم باید برنامه‌های سیاسی خودشون رو به صورتی پیش ببرن که بتوانن در این راه دموکراسی که در خاورمیانه آینده حاکم خواهد شد نقش اساسی خودشون رو بازی بکنن.